خداوند مهربان، دوستان عزیز، خانواده محترم، درود بر شما، عصر زیبای شما بخیر. اینک ما به دومین پروگرام ذهن در غربت گفتگوی درباره صحت روان در مهاجرت می‌پردازیم. پروگرام را به صورت پرسش و پاسخ پیش میبریم. من رابعه رامشگر هستم، گرداننده برنامه. پرسش‌های جدید که از علاقمندان برنامه به ما رسیده است، بناهن ما از دکتر صاحب رامشگر، مسئول مرکز رواندرمانی و بهداشت روانی بیک در کشور شاهی بلژیم، تقاضا نموده ایم تا به پروگرام ما تشریف آورده و سوالات عزیزان جواب ارائه فرمایند. سلام دکتر صاحب، خوش آمدید. علیکم سلام، خوش باشید. دکتر صاحب اجازه سوال اول را بپرسم؟ بله، در خدمت هستم، فرمایید. سوال اول، بیماری روانی چیست؟ بله، بیماری روانی رابعه جان اختلالاتی هست که در عملکرد روان ما پیدا میشه و مشکلاتی را در زندگی روزمره ما ایجاد میکنه. مثلا در ساحه کار بر ما مشکلات ایجاد میکنه، در تحصیلات مشکلات ایجاد میکنه، در روابط خانوادگی بر ما مشکلات ایجاد میکنه و در روابط اجتماعی مشکلات ایجاد میکنه. و این تنها به ما نیست، بلکه از طریق ما برای دیگران هم مشکلات ایجاد میکنه. اینمی رقم یک اختلالات به نام بیماری روانی یاد میکنه. سوال بعدی، آیا بیماری روانی هم مثل بیماری های جسمی سرایت کننده است؟ بله، ولی غیر مستقیم. مثل یک بیماری ویروسی مستقیم سرایت نمیکنه، ولی به صورت غیر مستقیم اثرات خود میذاره. اگر بخوایم یک مثال بگوییم، مثلا در یک خانواده یکی از والدین یک اختلال روانی حل نشده داشته باشد یا یک ترومای حل نشده داشته باشد، بچه هایی را میگیرن و تکرار میکنن و این به بچه ها منتقل میشه. یا یک کسی که وسواس داره، مثلا وسواس شستشو داره، وسواس کنترل داره، یا وسواس جمع کردن چیزای بی‌ارزش در خانه دارن، اینا همه بالای دیگر اعضای خانواده به صورت غیر مستقیم اثر میگذاره. و اثر دیگری اثر هیجانی است. مثلا یک کسی که افسرده هست، غمگین است، جگرخونه است، وقتی که در یک مجلس حاضر میشن، یه هیجان منفی از این بالای دیگر اعضای مجلس هم تاثیر میگذاره. نمیفهم مصرع از کی هست، از هر شاعری که باشه، لیکن بسیار در این مورد صدق میکنه که میگه افسرده دل افسرده کند انجمنی را. به این رقم تاثیرات خود بالای دیگران اختلالات روانی میگذاره و از یک نفر و کسی به نفر دیگر به صورت غیر مستقیم منتقل میشه. تشکر. سوال بعدی، چند نوع بیماری روانی وجود دارد؟ تحقیقاتی که در این مورد صورت گرفته با در نظر داشت اختلالات اصلی و زیرشاخه‌های فرعی از او برآورد میکنه که بیش از 400 نوع بیماری روانی در روزگار ما وجود دارد. سوال بعدی، میگویند که بیماری روانی در مهاجران و خانواده آنها زیادتر است. آیا درست است؟ بله، درست است و این یک پدیده تایید شده توسط تحقیقات روانپزشکی و جامعه شناسی هست.
اگر درست است چقدر زیاد است، چرا زیاد است؟ اگر دقیق بگوییم 4 چند بیشتر است. یعنی مشکلات روانی در مهاجرین 4 چند بیشتر از خانواده های بومی یا اصلی جامعه میزبان است. اینکه پرسیدین چرا زیاد است؟ این دلایل بسیار مختلف اجتماعی، اقتصادی، روانی، فرهنگی و غیره داره. ببینین یک مهاجر وقتی که اقدام میکنه با مهاجرت، از همون از استرس های ازش شروع میشه. این استرس مثل استرس شدید است و دوامدار است تا به پروسه، تا به آخر استرس ها را به خود می داشته باشه. و دیگه ای که مهاجرت با خود غم و غربت داره. اصلا خانه و خانواده و دوستا و آشنا و نانای گرمی که مادرجان پخته میکرد، چای داغی که خواهرجان آورده میمون، اینا همیش بالای روان این مهاجر تاثیر داره. مشکل دیگر بیزبانی هست. این زبانی که مثلا سالهای سال با میلیون ها واژه تکرار میکرد، حالا دیگه به دردش نمیخوره. مهاجر باید زبانی میشه که هیچ یاد نداره، مغزش با واژه‌هایی که میشنوه آشنایی نداره و جذب نمیکنه و یک کلام استرس و استراب بر از این چیز میکنه. یعنی زبان داشت و به زبانش فکر بکنه. خب موضوع دیگه موضوع شوک فرهنگی است که تمام باورها و اعتقادات و افکار و اندیشه‌های از این را به چالش میکشه. موضوع دیگه این است که اینا مهاجرین اغلب مورد تبعیض نژادی قرار میگیره، دیسکریمیناسی بالای از اینا صورت نه خودشان هم فرزندانشان. ما مثالهای زیادی داریم عملا که در این مورد اسناد داریم، موارد زنده داریم. مسئله دیگه مسئله بیکاری هست. یک مهاجر مثل یک آدم بومی به آسانی کار پیدا کردن نمیتونه و این مسئله آنقدر چیز است که حتی تحصیل کرده های مهاجر هم متناسب با تحصیلاتشان همیشه کار پیدا کردن نمیتونه و این یک فشار روانی شدید بالای این مهاجر موجود میاره. خلاصه همه این مشکلات دست به دست هم داده بیماری های روانی را در خانواده های مهاجر نسبت به خانواده های بومی افزایش میده که تا فعلا تا جایی که ما میدانیم 4 چند بیشتر از خانواده های بومی هست. تشکر. آیا سوال بعدی، آیا می توانیم از این مریضی ها پیشگیری کنیم؟ بله حتما ما میتونیم، خوشبختانه ما میتونیم از این بیماری ها جلوگیری کنیم. اگر مریض شدیم قابل درمان است یا نه؟ اگر مریض شدیم و موقع مراجعه کنیم حتما قابل درمان است. ولی یک نکته را نمیتونم ناگفته بگذارم و این است که بسیاری از مهاجرین متاسفانه به موقع مراجعه نمیکنن. وقتی مراجعه میکنن که مشکلشان بزرگ شده، درسشان اضافتر شده، یعنی اختلالشان به بیماری تبدیل شده و اون بیماری هم مزمن شده. اینا باز هم خدا را شکر که در این ملکا قابل درمان است، لکن مدت زیادی به کار داره، هزینه زیادی به کار داره. خب چرا عاقل کند کاری که بارارد پشیمانی؟ یعنی که در ابتدا دیدیم که یک چیزا درست نیست، یک مشکلاتی در ما یا عزیزای ما پیدا شده، اما موقعی بیاییم مراجعه بکنیم که هم با آسانی حل میشه، هم هزینه‌اش کم است، اما اینقدر رنج نمیبریم و بگذاریم رنجی که تنها خود ما نمیبریم در بیماری های روانی و دیگران هم رنج میدیم و اون دیگران هم عزیزای ماست، اعضای خانواده ما، دوستای ما یا همکارهای
محل کار ما اینا هستن دیگه. پس چرا این کار رو بکنیم؟ اگر ما شما بتانیم در زمین طریقا و همه دوستا دست به دست هم دیگه همین فرهنگ سازی بکنیم که به موکی به طبیب مراجعه بکنن، همین خدمتی هست که باور کنیم که خیلی با ارزشتر از هر جنگ بر است. جان سپاس از شما. ما در آخر پروگرام رسیدیم. اگر کدام گفتنی داشته باشید بفرمایید. بله، من گفتنی کوتاه دارم. او این است که مشکلات روانی نه تنها خود ما را بلکه از طریق ما دیگران را هم متاثر می سازد و از این خاطر این مراقبت از سلامت روانی خود ما و از عزیزای ما مسئولیت فردی و اجتماعی ماست. همراه شما دقت کردید نگفتم وظیفه، گفتم مسئولیت. مسئولیت این چیزی هست بالاتر از وظیفه، فراتر از وظیفه و ما پاسخگو هستیم در این مورد. هیچ حق غفلت کردن در مقابل اختلالات روانی خود ما یا از یکی از اعضای خانواده یا از دوستای ما را نداریم. زیرا مراقبت از صحت روانی مسئولیت فردی و اجتماعی هر یکی از ماست. چگونه میتونیم این مسئولیت انجام میدیم؟ وقتی انجام داده میتونیم که آگاهی خود بالا ببریم، یعنی سطح سواد روانی خود بالا ببریم و بفهمیم که چه مشکلاتی داره پیش در رئیس و ما چه باید بکنیم. فقط علی بود گفتن این. بسیار زیاد تشکر از شما. یک جان تشکر از شما که خیلی معلومات عالی بود همگیش. یا پروگرام در اینجا ختم میکنیم. دوستان عزیز، خانواده محترم، این بود پروگرام امروزی ما تقدیم شما گردید. تا پروگرام آینده خداوند یار مددگارتان بود.